آیا آماده هستین با یکی از بزرگترین فیلم های علمی تخیلی تاریخ آشنا شوید؟ دان فقط یک فیلم نیست، بلکه یک دنیای عظیم و پر از راز و رمز است. اگر به فیلم های علمی تخیلی، جنگ های حماسی و دنیای پر از سیاست و قدرت علاقه دارید، این ویدیو مخصوص شماست. فیلم دان فقط درباره جنگ نیست، بلکه درباره قدرت، سرنوشت و انتخاب‌های سرنوشت ساز است. آیا پول آتریدیس واقعاً یک قهرمان است یا فقط یک مهره در بازی قدرت؟ پول آتریدیس یک شاهزاده بود، اما یک شاهزاده معمولی نبود. او کسی بود که سرنوشت کهکشان را تعیین داد. در این ویدیو با یکی از مهمترین شخصیت‌های دنیای دان آشنا می‌شویم. پس تا آخر همراه من باشید. در دنیای پر از توطئه و جنگ، یک جوان سرنوشت ساز ظهور می‌کند. پول آتریدیس، شاهزاده‌ای که به یک رهبر انقلابی تبدیل شد. اما چگونه؟ امروز داستان او را با هم مرور می‌کنیم. امپراتور دستور می‌دهد که خاندان آتریدیس و آراکیس بروند و حکومت کند. اما این یک طلب بود. امپراتور و دشمنانشان هارکون‌ها نقشه کشیده بودند تا خاندان آتریدیس را نابود کنند. در حمله هارکون‌ها پدر پول کشته می شود و پول همراه مادرش فرار می کند. پول آتریدیس با مادرش به بیابان‌های آراکیس فرار می کند و توسط فریمن‌ها یعنی مردم بومی آراکیس نجات داده می شوند. پول آتریدیس کم کم یاد می گیرد مانند فریمن‌ها زندگی کند و حتی نام جدیدی می گیرد، مهذب. و قدرت‌های خودش را بیشتر کشف می کند، از جمله توانایی دیدن آینده و آهسته آهسته ارتشی بی همتا می سازد و در مقابل امپراتور قیام می کند. آیا پول آتریدیس می تواند در مقابل امپراتور قیام کند؟ این تازه شروع ماجراست. در قسمت دوم پول آتریدیس با چالش‌های بزرگتری روبرو می شود. اگر می خواهید بدانید چه اتفاقی برای او می افتد، منتظر ویدیوی بعدی باشید. ممنون میشم ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید و در مورد این ویدیو در کامنت ها نظر بدهید.